لحظه دوست داشتنی، لحظه دوست داشتنی. عباس، بله، مدال طلا، قهرمان آسیا، تاریخ سازی تیم ملی کشور ما. سعی کنید همین رنگ مدال طلا برای ما میزیبن. ماشاءالله. خسته نباشی عباس، خسته نباشی محمد اکبری. عزیزان دل، واقعا یک لحظه خیلی خوبی است. میفهم شاید خیلی از شما هم گلومتون پر شده باشه. لحظه خیلی خوبی است. واقعا افتخار است برای پدر مادران این بازیکنان. افتخار است برای پدر مادران این بازیکنان که برای همه ما افتخار است. سعی کنید اینجا فوتسال زیر 17 سال افغانستان گلد مدال طلا. به. تبریک باشه برای همه شما عزیزان دل. تبریک باشه. 8 اخلاق 30 اکتبر 2025 همیشه ماندگار باشه و تاریخی باشه این لحظه و این شب و این تاریخ و این سال برای همه هموطنان عزیز ما که مدال طلا را از بازی آسیایی به دست آوردن. بازم همون شعر رو میگم: رعد غیرت صاحب بار مثل عباس حیدری، دل آتش موجزن مثل علی احمدی، چابک و تیزپای مثل محمد اکبری، قرآن و فاتح میدان مثل احمد اسماعیلی. شیران وطن خسته نباشید، واقعا خسته نباشید. سیم خاردار ما رو ببین، بهادر که امشب چه دفاعی را انجام داد. مدال طلا، قهرمانی. و خدا را هزار بار شکر که امشب یک شب خیلی رویایی بر تیم ملی کشور ما تبدیل شد. لبخند امشب همه در خانه های همگی هست. همگیتون خسته نباشید. و حالا به سرود ملی رو بشنوید. همه پاشین دیگه، بخیزین از جایتون. سرود ملی نواخته شده میره، ما هم آرام میشیم. خدا را هزار بار شکر. این همه قهرمانی تیم ملی کشور ما، این هم سرود ملی ما در کشور بحرین بود که به صدا در آمد. افتخار. ماشاءالله. خسته نباشید. و این بود قهرمانی تیم ملی کشور ما که بین این همه جمعیت و این کشور به صدا در آمد. سرود ملی کشور ما. و بله، افغانستان اول مدال طلا، ایران دوم، تایلند هم سوم.